حالا می افغان ها را نه که ببینیم، مسلمان های سرزمین به نام افغان، اینا را که ببینیم هر مودی که در غرب پیدا شد دوانده اینجا وقت تطبیقش کرد. میاره ببینی نیمشم زده، ایستونشم زده، این چیست؟ میگه این خروز است. خروز مال خودم مرغ جور کردی، از انسان به مرغ تبدیل شدی، افتخار هم داری. میگه این قسم کردن، این خروز است. ولی فرهنگ کافره. هر چیز اونجا یک لباس اونجا جور نمیشه، وقت اینجا پوشیده میشه. تو جهت تا بفهم، عنعنات تا بفهم، رسم تا بفهم، فرهنگ تا بفهم. یک مفکوره از اونجا میاد که آزادی بیان، حقوق زن، وقت ببینی دادان ملام حقوق زن دادان کلگی گفتم میرم. گپ از اونجا آمده. حقوق زن بگو در اسلام اونا میگن آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی است، دموکراسی است، آزادی است، دموکراسی است، آزادی است. تو میگم حالا تو دموکراسی در اسلام هست؟ در قرآن هست؟ تو مسلمان هستی یا دموکرات هستی؟ چی هستی؟ حالا تو خب مسلک جهتت باید معلوم باشه. اینمی تو مردم هست. دریشی های چسب از اونجا میاد اینجا ببین در جانش هست. این زنا دخترها من شرمم میاد که دریشی بپوشم میم لچ میباشم، خیلی شرمم میاد. یارا ببینی که تو یک کسی را دیدم تو چسب پوشیده بود، من گفتم این چه قسمی چند نفری را کش میکنن؟ نه این خب بسیار سخت است. گفت شاید 5-6 نفر زور بزنن صبح که در جانش کنن. باز آخر گفتن نه این ترکی هم تو خودش جذب تو رابر واری است که پوشیدیم تو چسب است. او گفتم من ایران که چند نفر کش میکنه در جانش. دختر برو دخترم پانتون با مصدر خدمت با جامعه شوی. واه واه عجیب مصدری. مصدر خدمت کش میکنه. خب چادر ببینی ابرو را اونا زیرش زدن وقت اینجا. ابروهای تا نچیندی، باز اگر نچینده باشه دختر است، اگر چین نبود زن که شد باز میچینه. حالا اگر زن باشه پرسان میکنه عروسی نکردی؟ کردیم. ابروهای چرا ماندی؟ کسی که عروسی کنه خب باید تیجره بزنه. حالی خو از کافر است. رسول الله میگه لعنت الله به کسی که ابرو میچینه. بعد کلان آدم ها را ببینی زناش ابرو میچینه هیچ. اینجا میگه تو چیخ میزنه. من گفتم او بچه علم خوب لعنت الله میگه این سنت مستحب از هیچ آمین نگو. اینجا بود زن تجور کو که اینجا خدا زده. زن بفهمه ناخونا را مانده این نه. حال رسول الله میگه هفته به هفته ناخونای تا نبیگیره این چیزی او را میزنن که تو هم یک چیز که از اموجا آمد دیگه نه این لباس هاست پنجابی. اگر نه یقین کنم این لباس ها را به من بگن مفت بگی میگم نه اوس بر تو مفت چی کنم میره ازی درش بتا ببر اینجا در روز جمعه دیگ بکو برین بکو. اگر امو در بگیره درم نخواد بگیره با جان ما مثل چوب هم کار نمیده. میرن 5000 10000 والله این دکاندارایی که را میفروشن هم تیفش ها داخل است. 5000 10000 او را میخره. این لباس ها را ببینی، کارا را ببینی، نیکتایی را میزنه ریشه کل کده لشم چی هستی؟ حال تو ولی کل وجهتون هو مولیها. هر کس یک جهت داره، یک فکر داره، یک مسلک داره. او خواست کافر است. تو چرا تو کردی؟ تو کده باش در بازار میا فروخته میشه میانی اینجا رام کار کده و کل چیز. هر کس از خود جهت داره. سک است نه این دو و نمو لنگیش همون ریشش هیچ نمیزنه. کل مویای بدنش میگه هر قدر که میشه میگه ما مذهبی استیم. همین دویی که منموهن سینگ در هندوستان بود همون لنگی و ریش خدا وسو نکرد نه صدر اعظم هم شده بود. تو میرفت قرار میششت در سازمان ملل و ایندی هم گب میزد. دیگه را ببینی هیچ فهمیده نمیشه که کدام از این مسلمان ها چه قسم خود جور کرده اونجا میرن نه هیچ شناخته نمیشه.